متخصصان روسیه مؤسسه مرکز هیدرودینامیک مدل جدیدی از هواپیماهای بدون سرنشین را تهیه کردند. این هواپیما قادر است به طور افقی بلند شده و یا فرود بیاید. این هواپیما هیچ شباهتی به فرم رایج هواپیمای کنونی را ندارد و بدون بال و دنبالچه است. پرواز افقی، ورود به ساختمان‌ها و فرود آمدن بدون نیاز به باند پرواز از خصوصیت آن میباشد. دیمیتری شاروف، مهندس آزمایشگاه TSIGI میگوید طراحی پروانه این هواپیما در یک حلقه اجازه میدهد تا این بهپاد به داخل ساختمان‌ها وارد شود و یا کاملا در نزدیکی بناها قرار گیرد. توپ واقع در قسمت جلوی محل قرار گرفتن موتور است و دیگر بخش‌های الکترونیکی نیز در آن قرار دارد و به علت سیستم ویژه طراحی شده برای پرواز نیازی به استارت ندارد. هواپیما توانایی حرکت آزاد در شهرها را دارد و در صورت نیاز در یک محل ثابت خواهد ایستاد. ویکتور میتروفوویچ، رئیس داخلی آیرودینامیک سیستم‌های هواپیما و صنعتی میگوید این بهپاد در صورت نیاز میتواند بدون حضور انسان پرواز کند و قادر به مانور دادن است. در یکی از برنامه‌های آزمایش این بهپاد در تونل هوا با سرعت 130 کیلومتر تست خواهد شد که برای تعیین انرژی برداری و محاسبه خط سیر ضروری است. اطلاعات پس از ثبت شدن در کامپیوتر به سرعت به الگوریتم پرواز تبدیل خواهد شد. این نمونه بهپاد روسی مورد توجه سازمان رسیدگی به امور غیرمترقبه روسیه قرار گرفته است.